حديث نوبتي برقم 155 عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة فقال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له. فقال أبو بردة بن نيار خال البراء بن عازب: يا رسول الله، إني نسكت شاتي قبل الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي، فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة. فقال: شاتك شاة لحم. قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن عندنا عناقا هي أحب إلي من شاتين، أفتجزي عني؟ قال: نعم، ولا تجزي عن أحد بعدك. متفق عليه. بارك الله فيكم. از براء ابن عازب رضی الله عنه روایت است که فرمود رسول الله صلی الله علیه و سلم در روز عید قربان بعد از نماز عید قربان خطبه کردند و فرمودند: هر کسی که این نماز ما را خواند و قربانی کند قربانی ما را، یعنی به مانند ما نماز عیدی که امروز خواندیم، بعد از نماز عید پیامبر برآمدند خطبه کردند و گفتند هر کسی که به مانند ما همین نماز ما را خواند و هر کسی که قربانی کند به مانند قربانی ما به تحقیق اصابه، موافق شده است، موفق شده است به قربانی. و هر کسی که قربانی کند پیش از نماز عید او قربانی ندارد، قربانی او قربانی حساب نمیشد. بارک الله فیکم. و گفت ابو برده ابن نیار تقای برای ابن عازب به رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که یا رسول الله، ای رسول الله، من قربانی کردم، یعنی من یک گوسفندی که داشتم پیش از آمدن به نماز عید قربانی کردم. خواستم که اولین چیزی که ذبح کرده می شود این در خانه من باشد، اولین ذبح در خانه من باشد. پیش از نماز به مصلی آمدن، پیش از آمدن به نماز عید ذبح کردم قربانی رو، همون گوسفند رو. و بارک الله فیکم بعد از این پگاه صبحگانه کردم، از همون قربانی کرده ام گوشتش خوردم، تناول کردم پیش از این که به نماز بیایم. و بعد از این به نماز آمدم. آیا این قربانی من قربانی هست یا نیست؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که شاتک شات لحم، همون گوسفند کشته ای تو این گوسفند گوشت است، نه قربانی. یعنی قربانی کرده ای تو قبول نیست. برای چی؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم چخیلی که گفتن در بالا قربانی باید بعد از نماز عید کرده شد. برای همون ابو برده ابن نیار فرمودند که ای رسول الله، اگر این گوسفندی من کشته گوسفند بارک الله فیکم نباشد، این قربانی نشده باشد، در نزد من یک بزغاله هست، عنقا، یعنی یک بوزی که به سن 1 ساله حالا رسیدگی نیست. این بزغاله رو من بسیار دوست دارم. در نزد من این همین بوزی که حالا به سن 1 ساله نرسیده است از 2 گوسفند دیده دوست داشته تر است. یعنی من این بزغاله بسیار دوست می‌دارم، از گوسفند دیده در نزد من قیمت با است. آیا به من جایز است که من یک مرتبه دیگر به همین بوز قربانی کنم؟ پیامبر گفتند که نعم، بله، این فقط برای تو جایز است.
ولن تجزی عن احد بعدک، بعد از تو به هیچ کس جایز نه که به همچنین یک بزغاله قربانی کند، زیرا که مشکلی در کجا بود؟ این بزغاله به سن قربانی نرسیده بود، حول به نرسیده بود. شما میدونید که هر یک چیز سن سال خودش رو دارد. مثلا کدام نمود شتر رو قربانی کردن درست است؟ 5 سال رو به 5 سال داخل شده باشد، یا بگیم 5 سال رو پوره کرده به 6 در آمده باشد. بله، 5 سال رو پوره کرده باشد. کدام گاو رو ذبح کردن ممکن 2 سال رو پوره کرده به سوم در آمده باشد. گاو 1 ساله، 1 نیم ساله نه، 2 سال پوره کرده باشد، 3 به در آمده باشد. از بز آیا قربانی کردن ممکن است؟ بله. سرکه رو هم قربانی کردن ممکن است، برای اینکه این عیب حساب نمیشد، بلکه گوشت سرکه خوب است. بز یا تکه سرکه بالاخره اینها بزینه، بارک الله فیکم، یا مادینه میگن. از مادینه ها 1 سال رو پوره کرده باشد، 1 سالش پوره شده باشد، به سال دوم در آمده باشد. از گوسفند چی؟ خروف جزع باشد، میگن 6 ماه را پوره کرده به 7م داخل شده باشد. بعض علما به این هم 1 سال گفتند، 1 سال رو باید پوره کرده باشد. لیکن بالاخره بارک الله فیکم، انا همین صحیح است. به همین دلیل شرعی دلالت میکند که ضأن، یعنی این گوسفند 6 ماه، معز بز 1 سال پوره کرده باشد، گاو 2 سال، شتر 5 سال. اگر از شتر و گاو و گوسفند و بز شما غیر از همین سالها را ذبح کنید جایز نیست. در اینجا تقای ابو درده رضی الله عنه، ابو برده ابن دنیار، گوسفند را پیش از نماز قربانی، گوسفندشان را پیش از نماز قربانی ذبح کردند، پختند، خوردند، بعد به نماز رفتند. سحری کتی کشتند و یکتا زیر بانده خوردند، به نماز رفتند. پیامبر بعد از نماز خوانده شدند خطبه کردند و گفتند که ای مردم، ای مسلمان ها، هر کسی که به ما نماز عید خواند و بعد از نماز عید قربانی کند، همون قربانی کردهش قبول است، و هر کسی که قربانی را پیش از نماز عید کند قربانیش قبول نیست و یک گوشت حلال است اما این قربانی به حساب نمی شود. اجر و پاداش قربانی نه، اجر و پاداش قربانی ندارد. ابو برده به پیامبر گفت که من گوسفند را پیش از نماز آمدن ذبح کردم، تناول کردم، بعد آمدم. پیامبر گفتن که گوسفند کشته ای تو شاتو کشاتو لحمین، این فقط گوشت است، گفتن این قربانی نیست. ابو برده از پیامبر اجازت خواست، گفت که من یک بز دارم، بزینه، اما این خردسال است. ما گفتیم که شرط بز چی باشد؟ 1 سال را پوره کرده باشد، بعد قربانی کردن درست است. اما بزی که ابو برده دارد حالا 1 ساله شدگی نیست، پس حالا این بز را قربانی کردن درست نیست. ابو برده گفت که این بز خیلی نگاه و بینش میکنیم، در نزد من از 2 گوسفند دیده قیمت بهاتر است. پیامبر گفتن که بله، به تو جایز است همین روز که همون بزغاله که تو داری که حالا به 1 ساله نرسیده ذبح کنی، قربانی کنی، اما غیر از تو، بعد از تو، ولن تجزی عن احد بعدک، هیچ کس بعد از تو حق ندارد که به این قربانی کند. یعنی معناش این که یعنی اگر یگان کسی بعد از تو بزغاله را که به سن 1 ساله نرسیده است قربانی کند، قربانی او از سرش ساقط نمیشد، قربانیش قربانی نمیشد. فهمیدید؟ معنای حدیث انا همین است. از این حدیث بسیار احکام های زیاد آموخته می شود و بسیار مسئله های زیاد در اینجا به شما بیان می گردد که یک به یک به شما حالا بیان میکنم.
یکم، از این حدیث چی گرفته می شود؟ اولا از این حدیث فهمیده می شود که نماز عیدین، عید فطر و عید اضحی، پیش از خطبه خونده می شود و انا همین سنت دائمی رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. و از این حدیث آموخته می شود که اولین نماز عید در مدینه خونده شده بود. و خوب دقت بدید برادران و خواران عزیز، نماز جمعه و نماز عید، این عبادت ها در مدینه منوره امر شد و مشروع شد. نماز جمعه پیامبر صلی الله علیه و سلم نو به مدینه داخل شده بودند، از قبا، بین قبا و بین مدینه جمعه فرض شد. پیامبر حالا به مدینه داخل نشده، جمعه را در راه خواندند بین قبا و بین مدینه. حالا هم مسجد است، مسجد الجمعه میگن. اول هجرت، سال اول هجرت به نماز جمعه. اما نماز عیدین چی؟ عید فطر و عید اضحی سال دوم هجرت، سال دوم هجرت این نمازها امر شد، مشروع شد. اولین بار پیامبر صلی الله علیه و سلم ماه رمضان را که سال دوم فرض شد اولین بار و 17مش جنگ بدر رفتند، از جنگ بدر آمدند، ماه رمضان به پایان رسید. بعد سال دوم هجری رسول الله صلی الله علیه و سلم اولین بار اولین عیدی که به مسلمان ها شد عید فطر شد بعد از ماه مبارک رمضان، و بعد از این عید اضحی شد بعد از بارک الله فیکم 2 ماه و 10 روز، 10 روزش 9 روز. انا کنون از این حدیث رو فهمیده میشد. و از این حدیث فهمیده شد که قربانی صحیح همان قربانی هست که مسلمان به نماز عید می رود، به نماز عید قربان می رود و بعد از نماز عید قربان که به پایان رسید ذبح می کند. این موافق سنت کرد و البته که قربانیش قربانی است. و از این حدیث فهمیده می شود که پیامبر گفتند که هر کسی که نماز ما را خواند و بعد از این قربانی کند، فهمیده می شود که یکی از علامت های قبول شدن قربانی رفتن به نماز است. انسان به نماز می رود بعد قربانی می کند، این علامت قبول قربانی است. و از این حدیث فهمیده می شود که آشکار واضح خیلی پیامبر بیان کردن هر کسی که قربانی را به نماز نرفته، پیش از به نماز رفتن، پیش از به پایان رسیدن وقت نماز قربانی، عید قربان، عید اضحی، نماز حالا نرفته، نخونده، حالا وقتی نماز نشده قربانی کند، این قربانیش قربانی حساب نمیشد. قربانی باید بعد از نماز باشد. و از این حدیث وقتی ذبح معلوم میشد. وقتی ذبح چی است؟ بعد از نماز است. بعد از برآمدن آفتاب من حق دارم که ذبح کنم نمیگه. در همین منطقه شما کدام وقت که نماز خوانده شد بعد از نماز ذبح کرده میشد. بارک الله فیکم. انا کن از این حدیث فهمیده میشد که روز عید روز شادی خرسندی است، روز خوردن و نوشیدن است، روز ضیافت است، روز هدیه است. و معنای عید انا همین است. عید گفته چی رو میگه؟ شادی، خرسندی، خوردن، نوشیدن و هدیه دادن. انا همین عید و ظاهر کردن انا همین عید، ظاهر کردن خوشی و خرسندی، تبریک همدیگر، یکی از ضرورات سنت روز عید است و این عبادت است. همین خرسندی، شادی و خرسندی، خوردن، نوشیدن روز عید، هدیه و غیره عبادت است. و از این حدیث اینچنین سن و سالی همان چارواهایی که چارپاهایی که قربانی کرده میشد، سن و سالی اونها معلوم میشد که حدیث های گوناگون در این حدیث فقط معز یعنی بوزی که 1 ساله شده باشد بعد از این جایز است که او را قربانی کنید، تا 1 ساله جایز نیست. اگر یک کسی یک بزغاله رو
یک ساله نشده قربانی کنه، قربانیش قربانی حساب نمیشه. اما گوسفند را از 6 ماه بالا، 6 ماه را پر کرده 7 ماه 8 ماه باشد جایز است. بز را نه، بز را 1 ساله را باید پر کرده باشد. گاو 5 سال، گاو 2 ساله را باید پر کرده باشد، 2 سال را. شتر 5 سال را باید پر کرده باشد. انا این بود احکامی، قسمی از احکام عیدین، و با همین این حلقه رو به پایان میرسونیم و در حلقه آینده باقی مانده از حدیث های باب صلاة العیدین رو به شما شرح میدیم. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیه.